خب خیلی خوش اومدین برای اپیزود 5 میشه الان که بخوایم صحبت کنیم. هفته پیش خیلی با یه موضوع جنجالی و شوکه کننده واقعا تموم شد سر موضوع ماست یونانی. یه سری توضیحات مونده البته راجع به ماست یونانی میشه گفتش. حالا میخوام ببینم که چیا میتونیم بگیم راجبش. خیلی عالی. صحبتی که شد راجع به ماست یونانی که حالا چربیش پایین هستش، یه مقداری قندش بالاست که چون خیلی بازش نکردیم احساس میکنم که یه مقدار لازم توضیح باشه. منظور ماست یونانی کم چرب بوده. چون ماست یونانی که چربیش بالاست قندش صفره یا نزدیک به صفر. حالا هرچی که این چربیه رو ما بگیریم برای اینکه اون قوام و بافته بخوایم حفظش بکنیم مجبوریم که حالا قندی بهش اضافه بکنیم. دقیقا همینطوره. اینم حالا ما یه تاکید روش بذاریم. من حالا فکر میکنم که تو پادکست قبلی اگه که دقت کرده باشین در ادامه صحبت هم بعد از اینکه حالا ماست یونانی و کلمه‌شو آوردم بعدش گفتم که برای جبران اون کم چرب بودنه میان حالا مثلا شربت فروکتوز، شکر اینا رو برای اینکه اون قوام مناسب و بافت مناسب داشته باشه اضافه میکنن. حالا چه ماست یونانی کم چرب چه مثلا سالاد، سس‌های سالاد مثلا رژیمی کم چرب، اونها هم به همین شکل هستن. ولی اینجا ما میخوایم تاکید کنیم روی اون بحث کم چرب بودنه این کار صورت میگیره و حالا این بحث تفاوت قنده هستش. لزوما مربوط به ماست یونانی نیست. نه. خود ماست کم چرب هم ممکنه این کارو باهاش بکنن، یعنی که فقط برای یونانی. بعد تعریف ماست یونانی اینه که پروتئینش بیشتره. پروتئینش بیشتره، حالا اضافه هم میکنن و خب این ماست، حالا یه ماست یونانیه، ماست ایسلندیه، یه سری اسمایی که حالا مجموعه روش گذاشتن، اینها فرایند تولید و اصلا کاتگوری مصرف کننده برای عزیزانیه که دوست دارن پروتئین بیشتری جذب بکنن با خوردن اون محصول. برای اون حالا بیشتر شاید ورزشکارا استفاده بکنن ازش ولی خب هر کسی که بخواد پروتئین بیشتری جذب بکنه از این ماست میتونه استفاده بکنه. یعنی در واقع این مزیت رو هر کسی که میخواد مصرف بکنه خودش میتونه رو ترازو بذاره، سبک سنگین کنه، بگه آقا مثلا من هدفم اینه که پروتئین بیشتری مثلا جذب بکنم، چربی کمتری میخوام جذب بکنم. خب اوکی، مثلا حالا شکرم داره، من اینو میپذیرم مثلا حالا به خاطر قوامشه، به خاطر مثلا هر نکته دیگه‌ای که هستش. این دست خودشه. بعد رو لیبلش هم ذکر شده این قضیه که آقا مثلا این شکر بهش اضافه شده یا مثلا اینقدر از این. ببین ما افزودنی هایی که در پروسه تولید اضافه بشود از استابیلایزر و املسیفایر هم حتی باید نوعش کدی داره توی فرمول، توی ترکیبات قید میشه و یه دونه حالا بحث جدول ارزش غذایی که هستش نوتریشن فکت اونم عنوان میشه که این الان چقدر قند داره، چقدر چربی داره، چه املاحی داره، مثلا کلسیومش چقدره. حالا فراخور هر محصولی اون اطلاعات ارزش غذاییش باید درش قید بشه. یعنی کاملا اینجا دیگه مصرف کننده این دانشو داره که چی داره مصرف میکنه دیگه. این بخش ترکیباته که مواد اولیه که مصرف شده عنوان میشه، یه دونه اون جدول ارزش غذایی توش. آقای جلالی الان بهتر شد. این هفته پیش مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها فرو ریخت جلوی چشتون. نه خب واقعیتش اینه که اصولاً کمپین‌های CSR و مسئولیت اجتماعی واقعی اگر حالا تحت اون هرم معروف آی کارول باشه خیلی خوب میره جلو، ولی این هرم به قول معروف مثل خیلی از مسائل آکادمیک و اساسی تو ایران مخفول افتاده و خود من تا چند وقت پیش فکر نمی‌کردم که اینقدر نشناسن این هرم رو. و وقتی جای مختلف میگفتم هرم مسئولیت اجتماعی آی کارول بودند اطرافم کسایی که حتی کمپین‌های CSR طراحی و پیاده سازی کرده بودن و آی کارول رو نمیشناختند و دوباره اون هشتگ معروفی که حالا خیلی جا به کار میبرم دیگه، غم دل با که بگویم، تو ذهنم تداعی شد. ولی کلا شرکت‌های مواد غذایی به نظر من کمپین‌های CSRشونم تو اونم دنبال یه سری چیزا هم
اهداف به نظر من غیر خیرخواهانه. بله. مفدیه‌ای نداره. یه اهداف مارکتینگی قطعا وجود داره دیگه، یعنی این تو حوزه CRM، تو حوزه مسئولیت اجتماعی، یعنی اتفاق میفته، بیزینس دیگه به هر حال شرایط نه وجود داره که حالا ما اگر میایم یک کار مسئولیت اجتماعی هم انجام بدیم توقع داریم که یک برگشتی داشته باشه. یعنی من این هزینه رو میکنم چه عایدی برای من خواهد داشت. این دیگه روال بیزینساییه که حداقل میتونم بگم تو ایران این اتفاقا میفته. فقط ایران هم نیست، خود آقای کاتلر رو من یادمه که اصلا نوشته بالاخره اینکه حالا مثلا ارزش‌های داخل سازمان به عنوان مثلا مزیت رقابتی اصلا استفاده شه یه چیز معمولیه توی مارکتینگ حالا 3 به بعد و این حرفا. از این موضوع بگذریم بریم سراغ یه موضوع جنجالی دیگه که قرار بود راجع بهش صحبت بکنیم که اصلا معلوم نیست ته داشته باشه این اپیزود یا نه. بریم راجع به روغن می‌خوایم صحبت بکنیم. بله. که از انواع و اقسام جهات مختلف میشه بهش نگاه کرد. از یه جایی شروع کنیم، منم ان شاءالله ورود میکنم چند تا سوال جنجال برانگیز دیگه هم راجع بهش میپرسم، چون خیلی من میگم راجع به خود روغن مسائلی مثل پالم، چربی ترانس، فلان و اینا خیلی صحبت شده توی فضای مجازی، زیاده بین نسل‌های جدیدتر مهم شده براشون این غذاها و این حرفا. بریم ببینیم که اصلا چی هستن این روغنا که داریم میخوریم، چند تا دسته‌بندی دارن، چیا هستن، چجوریه؟ بفهم. آنچه که حالا شناختی که وجود داره توی جامعه ما، یه روغن حیوانی یا روغن گیاهی میشناسیم، روغن نباتی خیلی دیگه به جزئیات نمیدونیم. خود روغن گیاهیه از چربی از دنبه استحصال میشه، از توی لبنیات هم از شیر هم روغن حیوانی به دست میاد. توی نباتی هم حالا آن چیزی که حالا تشخیص جامعه و اون چیزی که وجود داره، یه روغن پخت و پز داریم، یه روغن سرخ کردنی داریم. پخت و پزه حالا آفتابگردون هست و زیتون و خدمت شما عرض کنم کنجد، و سرخ کردنی هم که خب ترکیبه و بیسش روغن سویاه و حالا پالم و اولئین، سوپر اولئین، تخصصی ها شده. خانم مهندس توضیح میدن آنچه که در جامعه مفهومش وجود داره رو من خدمتتون عرض کردم. تو برنامه قبلم اگه درست به خاطرم باشه یه اشاره کردیم در مورد حالا روغن‌های اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع، که حالا بحث این که تفاوت روغن‌های حیوانی و نباتی چیه دقیقاً خاستگاهش میشه همینجا که بحث اسیدهای چرب اشباع داریم و غیر اشباع، که اونم برمیگرده به اینکه توی زنجیره کربن این اسیدهای چرب در صورتی که پیوندهای دوگانه وجود داشته باشه ما میگیم که اسید چربمون از نوع غیر اشباعه، در صورتی که پیوندهای دوگانه وجود نداشته باشه بین اتم‌های کربن میگیم که اشباع هستش. حالا تفاوتشون هم مثلا تو این میتونه باشه که اونایی که اشباع هستن حالا تو کاتگوری روغن‌های حیوانی و یا لبنی قرار میگیرن مثل شیر، و در قبالش هم داریم روغن‌های گیاهی که اونا دسته غیر اشباع قرار میگیرن، تو دمای محیط جامد مایع هستن، و اونایی که حالا روغن حیوانی هستن تو دمای محیط جامد هستن و اینکه نقطه ذوباشون هم با هم دیگه تفاوت داره دیگه. و تو بحث سلامت و اینا هم خب همونطور که همیشه شنیدین روغن‌های نباتی به لحاظ اینکه به هر حال برای سلامت قلب میشه گفت ضرر کمتری دارن، خب بیشتر مورد توجه قرار میگیرن، و اینکه خب از همه میخوایم که در خصوص استفاده از روغن‌های حیوانی دقت بیشتری بشه، حداقل برای افرادی که مشکلات قلبی عروقی دارن. این حالا در خصوص بحث اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع بود و حالا این تفاوتی که با هم دیگه دارن. توی حالا دسته اسیدهای چرب غیر اشباع که گفتیم روغن‌های نباتی هستن،
ما یه سری اسیدهای چرب ضروری هم داریم که خود بدن اونو برامون نمیسازه و ما باید با استفاده از مواد غذایی اونو تامین کنیم که میشه امگا 3، امگا 6، امگا 9 که میتونیم حالا هم به صورت مکمل، قرص‌های مکمل استفاده کنیم، هم دیگه منابع دریایی داره، حیوانات دریایی هستن که خیلی به خوبی میتونن بر ما تامین کنن این موارد. منبع گیاهی هم داره امگا. بله، امگا 9 مثلا میشه گفت توی روغن زیتون هم داریم، ولی خب به طور شاخص توی منابع حیوانیشون هستن، ولی خب تو دسته غیر اشباع قرار میگیرن و اهمیت دارن. به این شکل و اینکه حالا توی استفاده از این منابع هم باید حتما دقت بشه دیگه، چون که حالا ما میگیم خوبه و یهو مثلا همه هجوم میارن به مکمل‌ها و قرص‌ها و اینا، ولی درسته که خیلی مفیده، خیلی ضروریه چون بدن نمیسازه، ولی از اون طرف هم در صورتی که زیاد استفاده بشه این دسته از روغن‌ها یا مثلا همین امگا 9، امگا 6 کلسترول بد رو توی بدن بالا میبرن و کلسترول خوب رو کاهش میدن و دوباره همون مشکلات قلبی و عروقی رو در پی داره. بنابراین باید حالا تو مصرفشون هم دقت بشه حتما. تو این دسته‌بندی ها میام یه کلمه‌ای هم که من شنیدم چربی ترانس، اون تفاوتی داره با این اشباع غیر اشباع یا همونه؟ ترانس بله، قضیهش برمیگرده به این که روی روغن‌های عملی صورت میگیره به اسم هیدروژناسیون. توی هیدروژناسیون میان چی کار میکنن؟ برای اینکه ما روغن مایع رو تبدیل به جامد یا نیمه جامد کنیم و یا روغنایی که توی قنادی استفاده میشه به اسم حالا شورتنینگ، این عمل رو روش انجام میدن و طی این عمل پیوند دوگانه‌ای که ما توی اسیدهای چرب غیر اشباع داریم از نوع سیس هستن اصطلاحاً، ولی وقتی که هیدروژناسیون صورت میگیره تبدیل میشه به ترانس که ترانس هم دوباره همون افزایش کلسترول، افزایش اون اسیدهای چربی که برای بدن ضرر دارن و در پی داره و این مشکلات ایجاد میشه. در نهایت همون صحبتی که شما فکر کنم هفته پیش کردین که روغن جامد کلاً کنسل. من توصیه میده که روغن جامد کلاً کنسل به همین دلایلی که الان بله اسیدهای ترانس. ولی بازم میگم اینجوری نیستش که مثلا بتونیم تفکیک اینجوری بکنیم که این روغن سالمه این ناسالمه، بلکه بحث اینجاست که ضرر این کمتر از اون یکیه. درسته؟ میرسیم به یه جایی که دیگه تصمیم میگیریم و انتخاب میکنیم من حیوانی مصرف بکنم یا گیاهی. حالا اگر میخوام گیاهی مصرف بکنم یعنی روغن نباتی مصرف بکنم به اصطلاح سرخ کردنی استفاده بکنم یا پخت و پز استفاده بکنم. کلا سرخ کردن رو بذارم کنار برای اینکه سالم‌تر باشم چون پال نداره و داستان‌های دیگه و بیام سراغ تفت دادن و بخارپز و نمیدونم روغنایی مصرف کنم که همین بخوام امگای بدنم مثلا تامین بکنم یا اسیدهای چربی که نیاز هستش توی روغن‌های گیاهی، روغن دانه‌های نباتی وجود داره که اینها رو تامین میکنن، از اونها بیام استفاده بکنم. امگا 3 گیاهی رو فکر میکنم توی بذرکتان و گردو و لوبیا و سویا ما داریم. اونهایی که باز حالا دریایی نمیتونن امگا مصرف بکنن از گیاهیش میتونن استفاده بکنن. امگا 3 گیاهی داریم میتونیم دریایی اصلا یا این دانه ها رو استفاده بکنید. دریایی آخه چیز داره، یا آلودگی که توی دریا باشه و ماهی اون رو اگر جذب کرده باشه تو اون امگا 3 میاد و امگا 3 دریایی ممکنه که اون آلودگی ها یه سری سموم رو داشته باشه، از اون بابت هم هست. شما سوای قضیه که نتونی دریایی مصرف بکنی گیاهی رو استفاده بکنی، از اون هم میتونی که خودت رو مسئول بکنی اگر آلودگی داشته باشه که حالا غیر از ماهی فکر میکنم یه سری از جلبک ها هم امگا 3 رو داشته باشن. خب هست الان هم داروی گیاهیش وجود داره برای دریافت امگا 3 هم شما میتونی از این
گردو و بذر کتان و دانه چیا و فکر میکنم اینا اومگا 3 داشته باشه. تفاوتی هم تو ساختارشون وجود نداره هم اومگا 3 اومگا 3 مقدار موجود در هر کدوم متفاوته. مقدارش فقط متفاوته. چون یه جایی مثلا در مورد پروتئین میگفتن که آقا مثلا پروتئینی که شما تو گیاه پیدا می‌کنید با پروتئینی که تو مثلا گوشت پیدا می‌کنی متفاوته از لحاظ ساختاری اصلا. هم چیزی هست؟ اونا مثلا میگن که خب بحث هم و غیر هم هستش که توی جذبش توی بدن متفاوته. خب اونایی که گیاهی هستن خب جذبشون کمتره، ولی حالا در مورد مثلا این بحث امگا 3 که داریم میگی امگا 3 امگا 6 اینا خب تو منابع دریایی غنی‌ان. حالا توی مثلا منابع گیاهی پیدا میشن مقدارشون کمتره، تو منابع دریایی خب غنی‌ان. صرفا تفاوتشون در مقدار. بعد اون نسبتی که از دریایی جذب می‌کنی خیلی بیشتر از اونی که از منابع گیاهی بخوای جذب کنی. یه برگشتی هم بزنیم به موضوع جذاب اولیه‌مون سنتی سنتی. میخوام بگم که این هم خیلی بابه و من زیاد دیدم که همون بحث رترو که گفتم ما خیلی بازگشت به سنت ها رو دوست داریم توی این کشور. از طرف یک جبهه از این دو جبهه بازگشت به استفاده از روغن‌های جامد حیوانی نمیدونم فلان و اینا به نظر بیشتر داره. یعنی تا حداقل یک مدتی داشت خیلی تبلیغ میشد که مثلا میگفت بابا مثلا این روغن جامدایی که قبلا مثلا خود مردم میگرفتن درست میکردن باش پخت و پز انجام میدادن فلان اینا بهتر از این روغن مایع‌هایی که الان داره مصرف میشه مثلا بود. اینو شما هم تایید میکنید؟ روغن جامد حیوانی بله من میگم سالم‌تر از این روغن نباتیه که ما الان داریم استفاده میکنیم. مایعش یا جامد اسیدهای بفرمایید شما تکمیل کنید بعد من بگم. ناکنین روغن‌های جامد حیوانی، خب روغن حیوانی مثلا جامده دیگه. اونا که داریم ما من گفتم اصلا نمیشه گفتش که مثلا مضر بد استفاده نشه یا مثلا اونایی که میگن استفاده کنین حرف بدی دارن میزنن، همچین چیزی نیستش. اتفاقا مفیده و اینا، ولی برای مثلا خب یه قشر خاصی برای بچه‌ها، برای نوجوانا، نه اینکه از یه سنی به بعد، نه برای کسایی که مشکلات قلبی دارن. داشته باشی، بتونی فعالیت داشته باشی، اون بسوزه، اون چیزی که باید جذب بشود، آن چیزی هم که قرار رسوب بکنه رسوب نکنه دیگه. من روغن حیوانی بزنم بشینم پشت میز کلا 10 ساعت 12 ساعت روز کلا رسوب میکنه و عروق رو دیگه یواش یواش من باهاش خداحافظی کنم. اون روغن حیوانیه آره توی سن رشد و بله واقعا ضرری نداره براشون، ولی خب تو سنین بالا برای کسایی که به حال مشکلاتو دارن برای اونا که میگیم ضرر داره. ولی خب روغن جامدی که یعنی روغن مایع نباتی که میاد جامد میشه به همون دلیلی که عرض کردم اون فرآیند هیدروژناسیون که روش صورت میگیره، بعد اونجا ترانس تولید میشه و خب ترانس هم که مشخصا کاملا مضر بدن. بله اون دیگه کلا کنسر. بسیار عالی. یه نکته‌ای که شکایتو داره میاد سمت یه نکته‌ای که من به ذهنم رسید این که شما فرمودید که این بحث استفاده از روغن‌های جامد و حالا حیوانی توی یک دهه گذشته یه ذره پروموت شده و بیشتر شده، دلیلش احتمال نداره نقطه دود باشه؟ مثلا روغن‌های جامد و نمیدونم روغن‌های جامد به خاطر اینکه نقطه دودش تو دمای بالاتری اتفاق میفته برای سرخ کردن مناسب تره، به خاطر این مثلا پروموت شده. آخه ببینید مناسب ما خب روغن سرخ کردنی مایع هم داریم دیگه درسته. داریم اینا رو مقایسه اگه بخوایم بکنیم به طور کلی بعد اون جامد و نیمه جامد و یا حتی مارگارین رو به نظر من باید کنار گذاشت. من نمیدونم در مورد مارگارین بگم نمیدونم چه اتفاقی میفته چه واکنشی در پی داره نمیدونم، ولی مارگارین هم به هر حال از اون دسته از روغنایی که روغن نباتی مایعی بوده که حالا جامد شده دیگه یا مثلا حالا نیمه جامد شده. بسیار هم خوشمزه است. من اینو تاکید میکنم. من خودم خیلی دوست دارم. یعنی حالا با وجود اینکه الان غنی سازی هم داره میشه، مثلا غنی شده با ویتامین ای، غنی شده با توکوفر، مثلا همه اینا هست، ولی خب به هر حال دیگه اون فرآیندی که کار داستان داره. دقیقاً کره مارگارین، کره گیاهی مثلا روغن دیگه، حالا اسمشو گذاشتی کره، یه ذره طعمشو
تغییر دادیم، متناسب کردیم. بافتم از اون بافت دوندونه که مثلا روغن نباتی رو میگیری اون نیست، بافتم یه بافت کره‌ایه. بیس کار روغنه دیگه. برای یه سری موارد مثلا برای شیرینی سازی و این چیزا خب مثلا به هر حال باید از روغن قنادی و حالا همین شورتنینگ و مارگارین استفاده بشه و اینکه یه جورایی مثلا مجبوریم برای اینکه بافت بهتری اون محصول بخواد داشته باشه، چون که خب واقعا بافت رو توی این محصولات خیلی تاثیر داره روش. اون رو حالا دیگه به اجبار استفاده میشه. نه که مثلا بگن که ما داریم الان کره گیاهی مصرف میکنیم، بیایم صبحانه مثلا بزنیم روی نونمون رو روش هم مربا بریزیم و بخوریم، بعد بگیم که این مثلا گیاهیه و خیلی هم خوبه. نه اصلا چنین چیزی نیستش. همون کره حیوانی به مراتب بهتر از اون مارگارینیه که حالا بعضیا میارن حتی سر سفره و نمیدونم صبحانه آره استفاده میکنن. اسمش هم مارگارین سفره. یه نکته هم که باز من می‌خواستم بگم این مقدار ترانس دست تولید کننده است بالا پایین کردنش. برای برند دیدیم چون نمیتونیم اسم ببریم اومد مانوف داد نمیدونم روغن زیرو ترانس و آهنگم ساخت براشون. خب این اصلا امکان داره که روغنی مایع باشه، سرخ کردنی باشه، ترانس نداشته باشه؟ یا این مثل خیلی از نه روغن مایعه که بله امکان داره، روغن مایع بدون ترانس واقعا هستش. حالا برای مثلا یه سری فرآیندها هستش که اون پیوند سیستم و نوع سیستمون تبدیل میشه به ترانس، ولی همون میزان ترانسی هم که حالا تولید میشه اونم باید قابل کنترل باشه. به هر حال یه حد مجازی داره. شما گفتی دیگه وقتی جامد میشه ترانس بله بله جامد نیست. شما ذره جامدی وقتی نمیبینی میگه خب بس ترانس هم ندارد دیگه. وقتی مقدار اندکی هم در این اون عمل هیدروژناسیون انجام نشده است و ذره جامدی نداری، پس میتونی ترانست هم کنترل بکنی. البته من میگم این صحبت که درست، ولی باز من احساس میکنم اونم دقیقاً مثل همون واژه گرمادیده که ما هفته پیش گفتیم که مثلا یه اصطلاحی داریم توی روغن که از یه جایی هم شروع شد که آقا مثلا ظرف شفافه، ببین این ته‌نشین نمیشه. بله. اون یکی از کارهایی که میشه کرد وینترازاسیونه. تو زمستونا روغنا رو وینترازاسیون میکنن که اون تشکیل نشه اون ذرات جامد. یعنی با یه کار ساده حالا بسته‌بندی هم عوض کرد و ببین مثلا پالم نداره. آقا دیگه سوالمون اینه که اصلا عموم مخاطبان و عموم مردم جامعه و مخاطبان اصلا چه درکی نسبت به ترانس دارن؟ دقیقاً منم هم صحبت می‌کنم. جنبه کاملا جنبه تبلیغاتی مارکتینگیه. شما چه می‌دونم من میگم مثلا این تبلیغاتی مارکتینگیش هم اشتباهه دیگه. تو باید با مردم، یعنی تو اگر مارکت سنس درست باشه گوش بدی به بازار، صدای بازار رو بشنوی. بازار مگه میگه که من میخوام روغن بدون ترانس بخورم؟ این برمیگرده به اون تمایزه که من مصرف کننده صحبتم توی قسمت خودت داشت، بحث تمایزه و این که الان مثلا یه چیزی مثلا به این اضافه شده، فکر میکنم اصلا این چیزی که به این اضافه شده اصلا برای من خوب نیست، نخورم چی میشه، تا الان نمیخوردم چه اتفاقی میفته، الان بخورم چه چیزی به من اضافه. صرف این که زده مثلا پلاس فلان، ویتامین دی پلاس، نمیدونم امگا 3 پلاس، میگم خب پس این یک ارزش افزوده‌ای دارد و من الان برم اینو الان استفاده بکنم، یه اتفاق زیبایی در بدنم میفته. ما یه چیز ساده‌ای داریم، شاید حالا میگم دیگه، ما یه سری محصولات غذایی تعزیراتی داریم. میگه ماست کمچرب، ماست پرچرب، شیر کمچرب، شیر پرچرب. شما شیر خام اینقدر میخری، اینقدر فرآیندت میشه، اینقدر هزینه سربارت، بهای تمام شده. با این حاشیه سود باید بفروشی. پنیر تعزیراتی، شیر تعزیراتی، ماست تعزیراتی، پلاس پروبیوتیک از تعزیراتی خارج میشه. بیشتر توضیح نمیدم. کافی بود به نظرم. کافی بود، خیلی زیبا گفته شد. اینم نکته جالب بود. ولی برخی از کشورها اینجوری هستند دیگه، قوانین یه جوری طراحی شدن که
خودشون تشویق میکنن که ببین اینجا یه سوراخ گذاشتم اونجا برو بیرون. از یه نظرم البته حالا این که میگم دیگه توضیح کامل بود به نظر مثلا نیاز به ادامه هم نداشت، ولی یه نظرم اینجوری هم که به نظرم حتی یه فرضیه است که تو ذهن من داره، این نسل جدید خیلی هاشون به تغذیه‌شون اهمیت میدن، ولی در این حد به تغذیه‌شون اهمیت میدن که رسانه به من میگه چی خوبه. احسن. خب یعنی مثلا اینجوری که نمیره خودش تحقیق کنه، از پزشک پرسجو کنه این کار. مثلا دقیقاً یکی از دلایلی که در واقع این اپیزود داره ضبط میشه همینه که ما یه آگاهی پیدا بکنیم نسبت به این واژه‌ها و کلمه‌ای که می‌بینید. فکر نکنید حتما اینا مثلا تبلیغاتی و مارکتینگیه. یک عزیزی یک لباس یه روپوش پزشکی بپوشه بیاد بگه آقا این مثلا اسید فلان ندارد، این نمیدونم فلان دارد، تو ذهن مصرف کننده شکل میگیره که الان مثلا یه پزشکی داره اینو تبلیغ میکنه. من کارهای حوزه حالتیه دیگه. واقعیتش اینه که حالا آقا رضا اشارهش خیلی از اون اشارات بسیار زیبا بود. من خودم توی 2-3 سال اخیر خیلی دارم این واژه رو تکرار میکنم که ما الان وسط یه نظریه‌ای هستیم که میگه جامعه و فرهنگ رسانه‌ای شده است. بله. یعنی خوراک رو رسانه داره درست میکنه و خب نسل محترم زد که حالا من خیلی انتقاداتم نسبت بهشون وارد دارم، جاهای دیگه هم قبلا گفتم، یعنی عنوانش کردم، تأثیر ندارم که برخلاف حالا صحبتایی که میشه خیلی نمیدونم خفنن. من اعتقادم اینه که اینا به دلیل اینکه خیلی از رسانه دارن نشأت میگیرن و الگو میگیرن و جامعه و فرهنگ هم رسانه‌ای شده، اتفاقا اگر این روند رو ادامه بدن خیلی زود میرن تو در دیوار و رسانه میاد به تو میگه چی خوبه، ولی یه چیزی رو فراموش نکنید، این که همون رسانه‌ای که فرهنگ و جامعه رو گرفته دستش هنوز تو کشورهای جهان سوم ببخشید این اصطلاح استفاده کردم، هنوز تو کشورهایی که مثل ایران خیلی در حال توسعه اند و توی اون جدال سنت و مدرنیته مشکل داره و یه جاهایی میبینید خلاف این ثابت میشه دیگه. رسانه داره القا میکنه که یه سری اتفاقات خوبه و یه سری خوبه، ولی جامعه داره اونو پس میزنه. توی بحث به قول معروف ما هم که امروز تو این چند تا جلسه گذاشتم صحبت کردیم و این پادکست، هدفمون در واقعیت همینه که آقا تو رسانه باید یکی هم باشه بگه که ببین اینم هستا، گول نخور و حالا امیدوارم که بتونیم رسالتمون رو انجام بدیم. من حالا به یه سوال تو ذهنم شما داشتین صحبت مثال بزنم بفرمایید. از این جنبه تبلیغاتی استفاده بله. کردن فراموش نکنید. چند تا شرکت اومدن، یک شرکتی مثلا رفت انگلستان ثبت کرد اند فلان، حجمه تبلیغاتی تحت لیسانس اند فلان انگلستان، تحت لیسانس فلان آلمان. کدوم یکی از ما بلند شد رفت یه سرچ ساده بزنه ببینه این واقعا اون شرکت توی انگلستان توی آلمان اصلا وجود خارجی داره نداره، چی تولید میکنه که الان من با این حجمه تبلیغاتی روبرو شدم که تحت لیسانس فلان جاست. یعنی این چند سال پیش اتفاق افتاد. حالا تو همین صنعت خوراکی هم تو صنعت شوینده. دلیل اینکه برندهای ما سرمایه اجتماعی ندارن، حالا این واژه اومد من می‌خواستم یه چیزی بگم ولی نمیگم چون میدونم که میگیرم میبرن اون احتمالاً خراب نمی‌کنن پادکستو. دلیل اینکه برندهای ما سرمایه اجتماعی ندارن همین داستانه که شما میای میگی که تحت لیسانس فلانجا نمیدونم مجوز گرفته از فلانجا، در که اینا همش الکیه. برندهای مختلفی رو تو حوزه‌های مختلفمون میشناسیم که بسیار زیاد همین جوریه، یعنی یه خط آلمان میخره دایورت میکنه رو خط موبایل خودش، حالا موبایل نه شرکت، شما زنگ میزنی آلمان فکر میکنی زنگ زدی آلمان، زنگ زدی همینجا مثلا عباس آباد، یه خانمی هم گذاشتن که حالا زبانش خوبه این مثلا با تو آلمانی هم صحبت میکنه و شما هم میگی بله. و برنده وقتی به مشکل میخوره، همونجوری که تو چند سال اخیر برندهای ما دچار مشکل شدن چون با مردم صادق نبودن، سرمایه اجتماعی نداشتن،
با کوچکترین اتفاقی برندهای ما کوچکترین حمله‌ای چون بلد نیستن از خودشون دفاع کنن به قهقرا میرن و بعد میان کارهای مختلف میکنن که از اون چالش خارج بشن. نمونهش تو در حوادث سال 1401 که با گوشت و پوست و خونمون لمس کردیم، یه سری برندهایی که به راحتی مورد حمله قرار گرفتن چون دفاع برند بلد نبودن، چون مردم صادق نبودن، چون سرمایه اجتماعی نداشتند و به نظر من زمین خوردن. من یه سوالی حالا شما داشتین صحبت میکردین تو ذهنم اومد، این بود که این تفاوت بین روغن جامد و کره چیه؟ تو ذهنم یه دفعه این اومد، اینجوری بودم که جفتش هم یه شکلن دقیقاً، تفاوتشون چیه؟ یعنی بافت فرق میکنه. از این سوالا بود. روغن جامده و کره مصرف جفتش گیاهی یا نه کره حیوانی منظورم نه دیگه. خب دیگه اون حیوانیه، اون گیاهیه، منشأش حیوانیه، منشأش حیوانیه، از شیر گرفته میشه. روغن جامد حیوانی هم داریم دیگه، نداریم؟ روغن جامد حیوانی و روغن حیوانی که از لبنیات استحصال میشه. اون از لبنیات. خب کره پس چی؟ تفاوت اینا تو فرآیند تولید متفاوته. نه خب اینا یه بحثی هم مثلا همون دنبه خب از شیر گرفته نشده که اون تو بافت گوشت حیوان بوده. خب که بهش میگیم که مثلا جزء روغن هم مثلا وقتی آب میشه یا همون شکلی هم مورد استفاده قرار میگیره، بهش میگیم که روغن حیوانی داره، تو کاتگوری حیوانی قرار گرفته میشه و اینکه تو بافت حالا اون گوشتش هستش. ببین مثلا کره که شما دارین میگین از شیر اصلا گرفته میشه. بله. اوکی، من این سوال یه دفعه تو ذهنم اومد که جفتشون زردن، جفتشون اینجوری تفاوتی هم داره. نمیشه این کره رو آقا چرا نوشتن کره حیوانی؟ شیر دیگه. خب شیر از شیر منشأ گیاهی. نمیشه از این دنبه کره گرفت. این که الان توی لبنیات‌های سنتی دیدید میری کره میخری، بله اون کره هم باز از شیر گرفته شده. یه چیز جالب بگم، ما وارد کننده کره ایم. یکی دو تا کارخونه داریم که دستگاه تولید کره، نه بسته‌بندی زیاد داریم ولی تولید کره چرا محدوده و پاسخگوی نیاز جامعه نیست و ما وارد کننده کره ایم از نیوزیلند و از اروپا. ولی میشه از بالک 25 کیلویی میاد میره توی دستگاه و بسته‌بندی میشه. حالا اینو شما بهتر میدونید، اصلا میشود از روغن از دنبه از میشود روغن حیوانی؟ نه میشه از این کره گرفت. خب کره همون میشه مثلا روغن جامده دیگه. نه دقیقاً چه محصولی شما؟ فقط سوال من نبود، این سوال همه هست. این قضیه این قرارمون نبود. میگم که ببینید شما کره رو از شیر دارید میگیرید. بله روغن هم از شیر میگیرن. نه این دنبه که مال حیوانه، خب از این میشه کره گرفت خورد. مثلا میگم به جای اینکه مثلا به جای اینکه از منبعش از شیر باشه بخواد از اون باشه. خب یعنی واقعا شما خودتون دوست دارین به عنوان صبحانه چرا برای همچین کاری؟ من الان فکر میکنم یه ایده‌ای بود که اساتید این حوزه در ایران که سال در جهان برن میرن میتونن. من فکر میکنم سوالمون باعث میشه یه بیزینسی به وجود بیاد. یه سری افزودنی داره. شما اون دنبه‌ای که آب میکنی بعضیا یه سری چیزا میزنن طعم و بوشو بگیرن، بله. یه سری هم نه، همون رو آب میکنن و مصرف میکنن. کره‌ای که از شیر میگیرن یه سری افزودنی داره، یه مقداری نمک داره، یه سری افزودنی‌های دیگه داره. صاف از شیر نگرفتن، یه سری چیزا اضافه میشه بهش. ولی یه اتفاقی داره اینجا میفته. من این کره فکر میکنم همون روغن حیوانیه دارن تو بسته‌بندی با اسم کره به ما میفروشن گرون‌تر. از شیر روغن حیوانی هم داریم که از شیر گرفته میشه. من و شما تحقیقو انجام میدیم. یه ذهن‌ها خیلی بد بین شده دیگه. نه اینجوری هم نیست دیگه. یه سوال بود مثلا اصلا سوالاتو با هم دیگه متفاوته متوجه میشم ولی ایده ایشون مثلا نمیتونم تصور کنم مثلا به عنوان صبحانه کسی مثلا بخواد از مثلا چرا میخورن استفاده کنه بعد روغن زرد میخورن. سلیقه نمیدونم الان میخورن روغن زرد، روغن حیوانی که همون روغن هست به عنوان کره و خیلی‌ها توی صبحانه یا میان بعدی ازش استفاده نه اون طعم خود میزنن. بله مثلا طعم دیگه، ما طعم رو عوض بکنیم فرم و شکلش رو بیاریم به شکل کره به نظر میشه.
ایده جذابی بود. امروز ما اینو بخش نکنید، بریم چیکار کنیم بازار رو. بسیار عالی. من ولی بازم سوال زیاد دارم ولی چون وقتمون کمه دیگه میریم داخل اپیزود بعدی. ان شاءالله یه نکته اشاره کردن آقای جلیل، نقطه ذوق، نقطه دود اگر اشاره نکنم که بسیار نکته مهمی هم هستش. تو اپیزود بعدی ان شاءالله راجع بهش صحبت می‌کنیم. خیلی ممنونم. چاکرم.